الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. این یک قصه از قرآن است که ما شما کسایی که مکتب رفته، این از قصه های قدر مشهور بود که در مکتب میره برای ما شما درس میداد که پادشاه حبشی یا یکی از سردارای لشکرش ابرهه در چی حمله میکنه؟ مکه، که کعبه را خراب کنه. باز از بالا ابابیلکام پرندگکای چوچه چوچه بازیا که در منقارشان در نولشان یک رقم قلخکای خرد خورده از او بالا مندازن سر لشکر حبش. یک سنگای آتشین بود که از در سرشان که میخورد این از پایینشان برآمد. ما ایره کلگی ما قبول کرده بودیم و خدایی کعبه را سیکو، این خانه خداست، خود خدا ایره نگهداری میکنه. امو سر این دعا خنده میکردیم که وقتی که سلطان محمود حمله کرده در سر بتخانهشان و گفتن برو با بت ما خودش خدا نگاه میکنه. ما خودشان گریختن، سلطان محمود رفت و بتشان که از طلا ازش بود توته کده آورده غزنی. نیمه شب صنایع داده بود که چی جور کنه دیگدان طلا، نیمه دیگه شام به عیاشی مصرف کرده بود. ما این عقاید داشتیم. ایرم ما امروز از روی کتاب براتان میخوانم. اینی کتاب سیرت رسول الله محمد ابن اسحاق که البته این قصه از بسیار پیش شروع میشه. اگر من کل از این را بخوانم بسیار زیاد است و خسته کنم میشه، مگر من از امو ایسه شروع میکنم که ابرهه میخواه حمله کنه در کعبه و چرا ای کار کرده. از اون ایسه چرا شروع میکنیم. این قسمت شما برای شما یک پیشگفتار وار قصه میکنم که در زمان عبدالمطلب، که عبدالمطلب بابا کلان محمد بوده. محمد است، عبدالله، عبدالمطلب، باز هاشم میشه. بعد از او اما تا پیش میره شجری از یا بخشندگیش نامده کلیم. اینا مردم حبش یا پادشاه حبش دو تا سردار لشکر از این میآید چی حمله میکنن در یمن. یمن اینا میگیرن. بازدهیجه یک آدم زاهد بسیار بزرگ بوده، او را که میبینن او باعث از این میشه که دمیجه همین نفرا عیسوی شون، به عیسویت روی آوردن و بسیار تعریف میکنه که چی یک آدم عابد بود که ات بود یعنی دین عیسویت تعریف میکنن در همین کتاب. خلاصه ابرهه که سردار لشکر حبش بود، این یک کلیسای بسیار بزرگ آباد میکنه در او زمان در صنعای یمن که کشور پولوی عربستانه. ای که آباد میکنه باز این باعث از این میشه که نفرا برای عبادت میگه در چی نرن، برای حج در کعبه، یا اونا میگه نمیمانیم دیگه عربا در اوجه بره همیجه بیاین، در حالی که کعبه اصلا وجود نداشت. یک سنقاله بود. مردم که در ایران می آمد به خاطر کعبه نمی آمد، به خاطر چاهای آب می آمدن. همین کاروان ها تیر می شد و برای زیارت نمی آمدن. خب یا قبول کنیم که برای زیارت می آمدن. خلاصه در اینجا یک رقم قصه میکنن که می خانه کعبه را فکر میکنی که کسی نه تو یک تیله کنه از بالا آتش در سرش میریزه، در حالی که دینمی کتاب تاریخ کعبه را که بخوانیم بارهایی را خود عربا تکه تکه کردن. همین مسجد مدینه را که میبینین این میره اموی ها که حمله کردن در سر مدینه، همین خود عربا مسجد نبوی را طویل خانه گو و خر و شترهای خود ساخته بودن اسبایشان. به هر حال
ما حالا از اونجا برای شما شروع میکنم. حالا امی ابرهه را میگن پس او را هوس برخاست و بفرمود تا در صنعای یمن کلیسای بنا کردند و آن را قلیس نام نهادند و امارت تمام در آن بکرد، چنان که در روی زمین هیچ پادشاه را امارت چنان نبود و نکرده بود. پس چنان کلیسا تمام شد، پیغام به نجاشی پادشاه حبش بود، ابرهه لشکرش بود. و نجاشی فرستاد و گفت ای پادشاه، من در صنعای یمن کلیسای بنا کردم و امارت در آن جای پدید آوردم که در روی زمین هیچ پادشاه را امارت چنان نیست و دیگر عزم چنان دارم که به اقبال پادشاه حج جمله عرب را از مکه باز صنعای یمن آورم و کس را به کعبه نگذارم. بعد از آن خادمان بفرمود تا بسیاری از ایشان به خدمت کلیسا باز ایستادند و جامه‌های نیکو در آن خانه پوشانیدند و صندنه و حجاب معین کرد و بفرمود تا همچنان که کعبه را طواف میکردند تعظیم آن جای همه آوردند. برای پادشاه حبش احوال را کرد که ما اینا یک بنا آباد کردیم، یک کلیسا آباد کردیم، دیگه ما مردم نمیمانم که دو کعبه برند این میجه کلگی برای حج به. آنگاه عرب بشنیدند، مردم مکه شنیدند که ابرهه کلیسای کرده است و آن چنان امارت پدید آورده است. شنیدند که این یک بنای بسیار مقبول آباد کرده و کلیسا و دعوی کرده است که حج جمله عرب باز آنجا افکند. گفته که عربا دیگه ایش دو کعبه نرن، اینجا بیاین از کعبه. خب و این عربا را میگه غیرت برخواست، بسیار عصبی شدن، اما تا غیرتشان خیز گفت نه ما ایرا نمیمانیم. دیجا گفتن ما میریم دوجا و یک استخفاف بران کلیسا آوریم، ما دوجا میریم یک توهین و تحقیر به او کلیسا میکنیم که جمله جهانیان را معلوم شود. به گوشه که دنیا میگه جمله جهانیان را معلوم شود. پس یکی از قبیله بنی فقیم برخاست و بنی فقیم از قبیله بنی کنانه بود و گفت من بروم و حیلت سازم که 4 گوشه خانه وی به نجاست بیالایم. حالا سعی کنین، هنوز اسلام ایش نامده، این زمان عبدالمطلبه، شاید هم پیشتر از او، هنوز محمد ایش نامده، هنوز اسلام هم ایش نیست و اونا که است عیسویستن. امو آخری دین بود تا او وقت، کتاب عیسی آخری کتاب بود، یعنی امو مردم مومن بود، امو دین برحق بود، اسلام ایش هنوز به وجود نامده بود. حالی عرب میگه ما میرم دو کلیسا یک نجاست میکنم، ببخشین گو میکنم که نام از او کلیسا بد شه. اینا خو اصلا عیسوی هم نیستن، موسوی هم نیستن، این عربا. یعنی دین عیسویت اگر قبول کنیم که اینا ادیان آسمانی است، همون دین آخرین بود تا او وقت. یعنی این مردم کفار میخیزه که بریم همو چی را دشگو کنیم. خب میخیزه همین نفر بازدهی جنشته است که میره در اوجه خود یک نفر عیسوی جور میکنه، میگه ما آمدیم از راه دور، از شوق آمدیم که همین کلیسا را ما همیجا باشم، یک شو مرا اجازه بتین که باشم. و اون مردم میگه والله از راه دور آمده، یا عیسویست، بیاین میره یک راهب است مولای عیسویست، بیاین میمانیمش. خیره میمانن یک شو دوجه. حالی آقا را که دوجه میمانن، شو که دروازه کلیسا را بسته کردن رفتن، ایده ایجا چی میکنه؟ میگه ای برخواست هر 4 گوشه خانه به نجاست ملوث کرد. امی کلیسا را نیم شو خیست، ببخشین گو کردن، گوی خود گرفت در این گوشه بمال و در این گوشه و در دیوالا بمال، کل جای را در گوی خود مال. این مردم مکه را نشان میده که رفتن در اوجا گو بمالن به خاطر از که او خانه از خانه ما بهتر نیست. خالو خانه خدا بوده که او خو کلیسا بود، هنوز اسلام خو با وجود نامده بود. خو خلاصه ای کار کردن. صبح وقتی نفر خیست از اوجا گریخت، ای دمی کتاب نشته است، از اینجا که گریخت، ای البته جلد اول سیرت رسول الله صفحه 71.
حالا این نفرای کلیسا که آمدن در درون که در آمدن که ای سگو ای چی شد؟ رفتن پیش ابرهه گفتن والا انت یک مرد عرب آمده بود، خود راهب یا ملای عیسوی جور کرده بود، ما نفهمیدیم، این را آوردیم. این ابرهه هیچ باورش نآمد که راستی یک نفر همی کار کرده. آمد دید که راستی همی کار شده. ابرهه بسیار قارش آمد، گفت لشکر جمع کنین که میریم. در اینجا حال نشان میده که میریم کعبه را ویران کنیم، که گویا کعبه در او کدام چیز مانا داشت. اصلا سنقاله بود، اینمی کتاب میگه سنقاله بود. خب خلاصه این قصه ها دیگه دروغای عرب هاست. خب خلاصه یا خیستن و لشکر و فیلا را جمع کو و اسبا را جمع کو، یک لشکر کلان که ما میریم کعبه را خراب کنیم. خب بازی یاد را میگه که مچم فلانی آمد که کت از یاد جنگ کنه، کت همیه ابرهه جنگ کنه لشکر عرب. باز این نفر آمد که سردار مچم کلام قبیله بود، باز ای که آمد بیاین که بخوانه و این زو نفر از اشراف بزرگان یمن بود. خب ای که آمد که جنگ کنه باز شکست خورد، باز یکی دیگهش آمد شکست خورد، باز دیگهش خودش آمد به چاپلوسی که ابرهه ما این نوکرت ما را غرض نگی و دیگهش آمد دیگهش. خب خلاصه تا که اینا رسیدن در کجا؟ در نزدیکی کعبه. باز میگه امون نفره که از عربا لشکر عبش آورده بود که اینجا کعبه است، نامش ابورغال بود. ای ابورغال باز میگه دمی کعبه که رسید دمی مکه مرد، یعنی که خدا کشش. باز میگه دمی جایی که دفنش کردن تا حال حتی در سر قبرش مردم که سنگ میزنه ایره خائن میگن. خب به هر حال وقتی که ابرهه در اینجا منزل کرد، یک لشکر رایی کرد. امیر را با لشکر به حوالی مکه فرستاد و گله اشتران مکه غارت کردند. میگه یک نفر خود رایی کرد در نزدیکی مکه، همونجا شترا بود، می شترا را کلش غارت کردن، یعنی دوزی کردن، گرفتنش آوردنش. و در آن میان 200 عدد اشتر از آن عبدالمطلب بود. 200 دانه شتر میگه دقات و شترا از عبدالمطلب بود که بابکلان محمد بود. و عبدالمطلب در آن وقت مهتر و پیشوای اهل مکه بود. این پیشوای مردم مکه بود. خب خلاصه وقتی که شترا را آورد، باز امی ابرهه نفر رایی میکنه، یک نماینده خود رایی میکنه در مکه، میگه کلانای مکه را بگوین که بیایه پیش من. دیگه اونا میایه. باز اینجا میگه که در قات از یا عبدالمطلب که بود که رفت، این سردار لشکر عباس کیر دیدمی و قار از ایره و قد و قامت از ایره، دلش بود که بیای همی خود از ایره در جای خود بشانه، اما از شرم نکرد که از کرایم قار نشه. خویره بسیار کدش انسانیت کرد و برازی گفت که بگو چی حاجت داری. خودش آوردش او را میگه بگو چی حاجت داری، دمی کتاب من تونش رشته. از وای بپرس تا چه حاجت دارد. گفت از پرسان که از عبدالمطلب که چی حاجت داره، چی میخواه، آرزویش چیز. ترجمان عبدالمطلب را گفت که ملک میفرماید. خواهی را گفت. باز عبدالمطلب گفت که حاجت من آن است که 200 سر اشتر از آن من بردند و ملک بفرماید و باز دهند. گفت 200 دانه شتر مرا نفرات گرفتم او را امر کو که پس بدن. ترجمان امان سخن با ابرهه باز گفت و ابرهه را ناخوش آمد. میگه خوش ابرهه نامد و به عبدالمطلب گفت که تو آمدی در اینجا گپ شتر میزنی، توی خوشم آمده بودی که اگه میگفتی پادشاهی تا به تیمه میدادم، تو آمدی سر شتر گپ میزنی. سعی کنین. پس ترجمان را گفت بابای بگو که چون من تو را دیدم وقار و هیبت از آن تو در دل من پیدا شد، چنان که اگر سخن در مملکت من بگفته، من از بحر تو از سر ملک پادشاهی برخواستم. اکنون چون تو از بحر محقری سخن گفتی و اشتر خواستی و از بحر خانه شفاعت نکردی و خانه کعبه فرو گذاشتی و میدانی که من آمدم که آن را خراب کنم. فعلا به نظرم بسیار کم آمدی. پادشاهی از ما میخواستی میدادم تا میفهمی که ما آمدیم کعبه را ویران کنیم، توی وضعی که از او شفاعت کنی که کعبه را ویران نکن، تو آمدی که 200 تا شتر ما بته. باز عبدالمطلب چی میگه؟ ایره دیگه که نوشته میکنن یک آدمی که
کمک ضعیف باشه ایره که بخونه دیگه در کلش میگه که هیچ یک گپ زده سعی کنین. میگه عبدالمطلب برش گفت که عبدالمطلب گفت برش بگو برای ابرهه که این 200 اشتر را من شفاعت کردم. گفت من گفتم که ایمی شترها را به ما بده شفاعت میکنم امیاره و خانه را خداوند است از من بزرگتر و قادرتر. خانه از خود صاحب داره، این خانه خدا است، خود خدایی را نگاه میکنه. اگر او نگاه کنه خوب، اگر نکد مرا با آن کار نیست. خب ابرهه شترهای عبدالمطلب میده، مردم هم دیگه از اینجا میگروزن در کوه بالا میشن. حال دیگه نشان میده که جنگ شروع شد. فیلا را گرفته میرن طرف کعبه که کعبه را ویران کنن. باز یک نفر از این نفرهای عرب چی گرفته بود؟ کلانای عرب از مردم مکه را می ابرهه گرفته بود. باز میگه می فیلا، بسیار فیلا ابرهه داشت دیگه، کلش لافاست. میگه باز این نفر رفتم و فیل اولی را در گوشش گفت، برش گفت که او فیل از اینجا پیش نرو که اگه بری او خانه خداست، تکه تکه میشی نری. میگه می فیل فامید اموجا متقرار زانو زد، هرچی که دیگه کدن نشد. نفیل همون نفر است که پیش ابرهه است عرب. میگه نفیل رفت امی وقتی که حرکت کردن برای جنگ، در سر از این فیلا فیل اولی یک فیل بود نامش محمود بود. میگه ای رفت گوش آن پیل که سر همه پیلان بود بگرفت و آن پیل را نام محمود بود و در گوش وی گفت ای پیل تو را نام محمود است، اگر محمودی زانو فروزن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر خدای می روی. گفت او فیل اگر عقل داری نامتان محمود است نری دیگه، به خاطر که تو سر خانه خدا میری و اگر به ناصواب قدم در آن نهی هلاک شوی. گفت اگر تو بری کار کنی هلاک میشی. و خودش گریخت خود از این مرد که. میگه در این وقت و در حال که نفیل دست از گوش پیل بداشت، می که دست خود از گوشش پس کرد، پیل زانو فروزد بدان سخن که وی را گفته بود و فیل همونجا قراره که در شیش. حالا شما سعی کنین فیل گپ از این را فهمید که این خانه خداست نریوش کنی. باز فیل دیگه هیچ نرفت، هر چی که میکردن فیل نمیخیست و لشکر حبش جمله پیش وی جمع شدند که و کوشیدن تا وی را بر پای دارند، نتوانستند. چون عاجز شدند گفتند روی پیل باز جانب یمن کنید تا ببینیم که میخیزد یا نه. پس روی فیل باز جانب یمن کردند، در حال برخاست و میدوید. میگه فیل گفتن تو همی روی زیر طرف یمن کو که اوسون هم میره یا نه. روش کمی دور داد در دوش میره. باز گفتن روش طرف کعبه دور بده که دور داد باز نرفت. باز فهمیدن که او ولای جای گپ است. خب خلاصه در همی زمان که فیلا نمی رفت، یک دفعه از بالا در این کتاب میگه که یک پرندگک ها آمدن، کت سنگایی که ازش آتش می آمد یا قلخایی که ازش آتش می آمد زدن در سر از این لشکر ابرهه، لشکر حبش. با سیگونین در این حال پس باره سبحانه و تعالی بلای بدیشان فرستاد و مرغان چند از دریا برانگیخت بر مثال پرستوکا و سنگها بر می داشتند به منقار، هر یکی به مقدار نخود خرد سنگها را می ورداشتند و بیامدند و بر سر لشکر حبش بستادند و آن سنگها بر سر ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. از دریا پرندگک ها بلند شدن، این سنگک های مثل قلخ نخود قایده نخود می ورداشتن و می آمدن از بالا می زدن در سر لشکر حبش. این سنگ ها تیز بود که اگر در کلش می خورد از پایین از شکمش می برآمد، اگر در این سونش می خورد از او سونش، مثل کارتوز. هر یکی به مقدار نخود بیامدند بر سر لشکر حبش بیستادند و آن سنگها بر سر ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. اگر به سر وی می آمد از زیر به در می شد و اگر به پهلو آمدی از جانب دیگر گذر می کرد. و آن سنگها بر مثال آتش بود، به هر کجا که می آمد آبله می کرد و اعضای آن کس از زخم آن ریزه ریزه شده. خدا خودش
آل دکله موتومیته که خانه بیاد رت خانه است. عبدالمطلب گفت او مرد کره ابرهه را که ما شترای خودم میخوایم، خانه را من هیچ غرض ندارم، یه خانه خداست، تو برو باز میبینی خدا خودش دفاع میکنه. این حال آدمکای بیچاره مثل ما که اسیره که میبینی او خدا او بچه در کتاب نوشته است، عالی کتاب خود دروغ نیست. ابرهه آمده، ابرهه که آمده کت لشکر کت فیلا سیکو فیل طرف کعبه نرفته، این خانه خداست. آدمای غول که اینمی را میشنوند قبول میکنن. امی کعبه را بارها اینمی عربا تکه تکه کردن، ایش یک موش هم ازش نامد که دفاع کنن. به هر حال باز اینی قصه را، اینی قصه عبدالمطلب باز خدا در قرآن میاره، میگه خداوند باز در امی رابطه برای پیغمبر آوال داد، گفت تو خبر داری علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. خبرداری از قصه لشکر حبش صاحبان فیل، یعنی همین لشکر حبش، از این قصه خبر داری که آمدن که کتفیلا که کعبه را خراب کنن، ما چی کردیم؟ مرا این پرنده ها را رایی کردیم کت قلوخکای آتشین تکت که ایشان کردیم، ما این خانه مقدس است. این حال ما شما چی میکنیم؟ دویده حج میریم که او را عبادت کنیم به خاطر این قصه های دروغ. شما سعی کنین این حال به یک عقل خود به همی فکر کنین. اسلام هنوز به وجود نامده بود. دین عیسویت امو دین آخرین بود که خداوند اگر قبول کنیم که کتابا را خدا رایی کرده، امو را خودش رایی کرده بود. امو مردمان با دین خود بسیار معتقد و به هیچ کس صدمه نمیرساندن. اینا میره خانه از اونا را گوپر میکنن و خدایی که ما داریم یا می علاقه که مکه هیچ فکر نمیکنه که بیادر گناه ازواج چی بود. یا رفته در خانه ازواج که خانه خداست، دوجه گوه خدا در دیوالا زدن. پس چرا ما از این خانه دفاع کنم؟ بان که یک جزا ببینن. اما نه، این خدایی که عدالت هیچ نداره، این میگه نه والا ما شما را تکه تکه میکنم. آیا می اتفاق افتیده؟ به هیچ وجه نه. مکه اینمی کعبه ده اینمی کتاب است که مردم تا زمان محمد در خانه کعبه خانه نبوده، سنگقالگه کار مانده بودن دمی کابل که پیرکی ها پیتاو میکردن یا بچه ها در زمستان که میشتیم در بیرو پیتاو میکردیم در هفته که یک ذره گرم به اینا در موجه برای پیتاو میرفتن. برای پیتاو نه، خب برای ازی که کتی یکی دیگه قصه کنن و معمولا در وقت شبکی یا در تاریک دیگر میرفتن. باز دوج از طرز دمی کتاب نشته شده که کسی هیچ نمیرفت به خاطر ازی که فکر میکردن که دوج یک اژدها بسیار کلانه. باز می کلانای کعبه گفتن والا ایره یک آباتی کنیم، یک دیوالکا جور کنیم. هیچ کس نمیرفت که کار کنه از ترس. باز می کلانای کعبه یا بسیار دروغ خوب بودن، یک قصه جور کردن. گفتن والا او روز ما ویجه دیدیم یک قاب سفید کلان از می آسمان آمد، یک اژدها بسیار کلان گرفت و برد. باز مردم که میگه بیایی که بریم اینجا را جور کنیم، میگفتن نه اژدها. گفت نه ما دیدیم اژدها را بردن. هیچ اصلا اون کعبه وجود نداشته. ناقی ما دعوا میکنیم که کعبه بتخانه بود. اصلا هیچ نه بتخانه بود، نه هیچ چای او بود و پیش از اون می آمدن. خلاص در خدا یک شو میشتن خدا استراحت میدادن. اینی دروغای است که به اساس ازی با ما یک دین جور کردن و ما بیچارا و از ترس میلرزیم. الا نماز تا بخوان، الا تو بی سعی کونت سعی بشور، الا دنیا رو سعی کنیم کجا رسیده. ما کلش رئیسیم که بیادر کون که دست راستش میشه یا دست چپ. اگر جنوب باشه چی که زنت هم خوابگی کردی باز چی رقمی خود پاک میکنی. اگر شاور گرفتی جان تششتی آیا وضوان باید بکنی یا نکنی.
این کل هوش و گوش ما را گرفتن، محدود به اینه می ساختن که نماز. حالا بیادر روزه خداری؟ نمی مهمترین سوالا، روزه داری بیادری؟ روزه هستی یا بوزه هستی؟ اون نفر که روزه هم نداره در دروغ میگه که ها روزه دارم، یعنی از خدا نمیترسه که روزه را خورده، اما از این مردم میترسه. والا چی کنیم بیادر این مردم؟ نه آقا صاحب روزه داریم، بازه اوسو که رفت بازو کسایش که روزه داره شو یک دفعه میخیزن در سحری این قدر نان میخورن، آرق زده خو میشن، باز دیگر که میشه این قدر نان دیگر را پیش روی خود میمانن، 4-5 چند وقت دیگر چی میخورن؟ نان. باز اگه بگی چرا روزه میگی؟ والا بیادر از دل غریب باید بیم. از دل غریب او رقم نمیایی، تا که غریب نشی از دل غریب نمیایی. برنامه را شریک کنین دوستای عزیزم.